سنجد بیا. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز 25 اسفند 1402 هست، در حالی که چند روز بیشتر نمونده تا عید نوروز و سال جدید. اومدیم یکی از محلهای تهران تجریش تا از حال و هوای این روزهای تهران براتون یه فیلمی بگیریم. ما ایرانی‌ها هر سال عید نوروز رو دقیقاً مطابق با اولین روز بهار جشن میگیریم. اهمیت سال جدید انقدر برای ما ایرانی‌ها بالا بوده همیشه که حتی لحظه دقیقش هم هر سال محاسبه میکنیم. عید نوروز در واقع مهمترین عید ما ایرانی‌ها هستش که 13 روز تعطیلی داریم و روز آخرش هم که 13 به در هست و ایرانی‌ها معمولا این روز رو توی طبیعت میگذرونن. ما برای عید نوروز آداب و رسوم خاص خودمون هم داریم. مثلا یکی از اینها پهن کردن سفره 7 سینه که ما یه سفره تو خونه‌مون پهن می‌کنیم. تعدادی در واقع 7 تا خوراکی که با حرف سین شروع میشه روی این سفره میذاریم. و یا مثلا یکی دیگه از رسومایی که داریم بازدید از دوستا و آشناها هستش. قبل از عیدم که مردم همه مشغول خرید و خونه تکونی و اینا هستن. حالا با هم بریم ببینیم که حال و هوای مردم چجوریه این روزا. الان میام پیشت. من اومدم این بایستا خود. شانسی اومده دستگاه ما رو بردش. کی میاد؟ من کارتون بردم. نه همون شد. بایستا عکسی بفرم. یا ضررت مثل
یه دونه نه چی نهایی کنم Ya buraya çok iyi, burası iyi. خیلی غیر طبیعیه. دو تالی بیا آقا، شیرین دو تالی آقا. عجب توتی، عجب توتی. ببخش. بله